سلام، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به ویدیو جدید من. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان شاید از خودتون بپرسید که اینجا کجاست من اومدم؟ اصلا آرش زدکینگ اینجا چی کار کنه؟ باید بهتون بگم که اینجا ویلای ماست. نظرتون چیه دربارش؟ نظرتون چیه؟ خب دوستان، رفتم میکروفون خریدم، هزینه کردم. باید لایک کنی، باید سابسکرایب کنی. حالا دیگه اونش به خودت مربوطه، ولی لطفا بکن برای من. یا خدا عنکبوت بود دیگه. دوستان اگر دوست داری که اینجا یه ویدیو احضار روح با صبحان تاکتیکال بود، چی بود؟ تاکتیکال همین، یه چی تو هم مایا بود. اگه دوست دارید دوتایی بیارم اینجا احضار روح، حتما لایک کنید، حتما سابسکرایب کنید. اگه ببینم سابسکرایبم به 4 یا 5 تا رسیده، این حرکت رو انجام میدیم. بله اینجا خودش جن داره، نیاز به احضار نیست. بعد اینجوری بهتون بگم که دوستان الان دوربین اونوری میکنم که قشنگ همه چی رو ببینید. دوستان ببینید اینجاها هنوز درست نشده، چون ما حدود 6-7 ماه، نه بیشتر، 9 ماه 10 ماه که اینجا نبودیم. این حوزه، اونجا باغچمونه، اینجا هم یه باغچه دیگه است. اینجا رو فردا همه چمن میشه، تمام اینجا چمن که شد. فردا احتمالا یه شورت ویدیو همینجا بگیرم. تمام اون صندلی ها روش 2 شکچه میاد، اونا رو هم جزو شورت میکنم دیگه. اینجاها که چیز شد، چمن شد، احتمالا با صبحان تاکتیکال بود، هر چی بود اسمش درست نمیدونم، خودش هم نمیدونه. میایم اینجا فوتبال هم میزنیم. دوستان این توت فرنگی ها رو ببینید چه گوگلی ها، خودم کاشتم اسمش. ببینید، نگاه، جان من خفنه، جان خدای اگه خفنه لایک کن. اینجا همه چیزه. این یه توته، این سیبه، اینا همه سیبه، این انگوره، انگور، انار، روز زرد و قرمز و همه چی و این داستانا و دیگه. خلاصه بهتون بگم اینجا آلبالو، پایین گیلاسه. اوکی دوستان، ما اومدیم این پایینه خدای خیلی خوفناکه. بذارید فلشش رو روشن کنم. اینجا خدای خیلی خوفناکه بچه ها. اینجا یه بار من نشسته بودم داشتم کار میکنم، این صندلیمه مثلا. حالا اگه دوست داشته باشید میام اینجا، میخوام کلبه یه چیز درست کنم. اینجا نشسته بودم، اینجا یه دفعه این برگا یهو شروع کرد تکون خوردن، با اینکه بادی نبود، تمام این ورا اوکی بود، این برداشت یهو تکون میخورد. بچه‌ها انقدر ترسیده بودم، دویدم سریع رفتم تو. اینجا هم ناودونمون داره ازش آب میاد. بچه هوا خیلی خنکه، تهران گرمه. اینجا بچه اینقدر خنکه که من داشت میگردم. ببینید، راستی تیشرتم جدیده، نظرتون دربارش چیه؟ اگه خفنه لایک کن. اینجا هم یه سری فندق مندق و این داستاناه، پایین کلی میوه و این داستاناست. آره الان میرم، الان همه چون میگیرم. دوستان یه روزم قراره با داوودی جان ویدیو بگیریم. الان یکم سر و وضعش ردیف نی، بهش گفتم میای، گفت نه دیگه. حالا احتمالا فردایی پس فردایی باش ویدیو بگیریم، با هم دوتایی اگه دوست داشته باشیم گیم هم میذاریم، همه چی میذاریم. دوستان رو بهتون نشون بدم که لذتشو ببرید. نها کنید، گوجه سبز، اینا آلبالوه دیگه، اونجا آلبالوه، اینا سیبه. واسا اینا هم باز گیلاسه. دوستان اینجا رو ببینید چقدر گوجه سبز داده، گوجه سبزا رو آرش.
البلوار آرش. دوستان جای همگی خالی، البته یه سری از عوامل پشت صحنه رسید. دوستان اینم از ویلای زیبامون. حالا فردا یا اول فضل دوباره دارم اونجا صدا میاد. داوودی جانم سلام میرسونه. دیگه اینجا هم علف همه اینا جمع میشه. احتمالا ویدیوی سوزوندنش هم بذارم. فردا هم کباب بازی داریم، یا لایو میگیرم یا شورت ویدیوش میکنم. اونم یه گیلاس دیگه. گردو میگه جوج با تاب شلوارک. آره اینم بود از روم تور. اینم بود از ویدیوی ویلامون. اگه دوست دارید ویدیو اینجا بگیرم لایک ساب دیگه این داستانا فراموشتون نشه. دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. فعلا خدا نگهدار. خیلی خوشحال شدم. شبتون بخیر.